بازگشت معشوق تضمینی، فقط کافیه عدد یک رو برام کامنت کن. قربون قیه دو آسری و سیبای کسب و کار ما بنویس در مغازمون واضح تا ما بریم بالا غیرته. نفر بعد پشماغه رابود اسپرم و دو کسب و کار بده. من الان 3 ماه حامله. آقا دستم به دامنت، من اصلا باردار نمیشم، کمکم کنی؟ ابوالمالی رو به سرگردان. امشب ساعت 9 در خونت رو باز بذار. آب جارو کن، از هیچی نترس. اگه کسی اومد هیچی نگو. کارت حل. اسمت چیه؟ محمد. اسم مادرت چیه؟ مریم. برو فردا بیا کارت حل میشه. برو. الو علیه، اسم محمدی مریمه. بفهمید خواهرم مشکل چیه؟ مهم نیست. با من راحت باش، مشکل تو بگو. اگه مهم بود خودت میفهمیدی. ببین دخترم، شما یه پدر داری، پدرت قطعا مرده، مادرت قطعا خانومه، داداشت خواهر داره، تو خواهر نداری. وای شما اینا رو از کجا میدونی؟ ما همه چی میدونیم، همه چی. وای دستم به دامنت موتورمو دزدیدن. الان بهت میگم. با موتور دارم تو خیابون تکه میزنم. بخی جمعش کن موتور برقا میگم. قرار بود یه کاری بکنید امیر برگرده. امیر برگشت ولی منو تو خیابون با علی دید. اخا یه دعا زبون بند برای خورشوهرم میخوام. خورشوهرت 5 دقیقه پیش اینجا بود، برات دعا گرفت. آره 5 میلیون دم در کارت بکش تا برات باطلش کنم. برو پس داره دروغ میگوی به مردم. بیارش کن اما پولا بسون. و اما راه حل گره گشایی. اینو میخوری، اینو میمانی، اینو میدی سیک بخوره، اینو تو قبرستون چال میکنی، اینو میذاری تو آب. 7 تا بادی معده الاغی ماده را صبح به صبح میدی تو شوهرت، دو تا ماغی بره بالا.